انگشتریا چی خاصیت‌های داره، چی رمز و رازی داره؟ ساعت از 12 بجه چاشت که خوب امیال گرمی است. تا بال دسلاف کردین؟ نه والا دسلاف نکردیم تا باله. زرغون است نه، لیکن رنگاش مختلف است. هر کدام از این از خود رمز و راز خاص داره. کاکوایی چیز واضح صاحب که یک رمز راز داره. این بسیار چیز سوچه سنگ در مجموع کلش یک رمز راز داره. کدام از یار از زیادتر خوش داری که در کلکت کنی؟ والا من خوش دارم که فیروزه داشته باشم در کلک خود. یک رقم چیز دیگه است کاک عبدالوحید، خرموره میگن. خرموره حساب از این چه رقم است؟ به نظر من یک گپ ناقص است. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب و روزتان بخیر. به چینل کیوی خانه مشترک افغان‌ها خوش آمدید. ما در شهر کابل هستیم و امروز بر شما انگشتر فروشی ها را معرفی میکنیم که انگشتریا چی خاصیت‌های داره، چی رمز و رازی داره. ما همراه یک بزرگوار اینجا هستیم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ آمدین سلامت باشین. زنده باشین. اسم مبارک چی است؟ اولتر از همه اسم من عبدالوحید. من سلام خود از طریق کامره شما به تمام مردمی که چی در داخل کشور و چی خارج از کشور زندگی میکنن سلام و احترامات خود تقدیمشان میکنم. خدا کنن که جور و صحتمند باشن. دیگه من یکی از این انگشتر فروشای همین محل است. خب چطور از کاروبار کاک عبدالوحید؟ خداوند شکر است. مقصد زندگی است. هر آدم اگه بخواد که در حالت قناعت داشته باشه زندگی سیر میشه. خوب است. ساعت از 12 بجه چاشت که خوب امیال گرمی است. تا بال دسلاف کردین؟ نه والا دسلاف نکردیم تا باله. نه دیگه کاروبار ضعیف است. اقتصاد مردم خوب نیست. یک کار شوق است. شوق با پول و پیسه میشه. اگه پول داشتی یک چیز میتونی که بیادر با شوق بخری، اگه نداشتی دیگه نمیتونی بخری یک چیزی. خب خیر باشه کاکا جان. امیروزی از طرف پروردگار است. هر چقدر که تعیین بله یک چیز واضح است. این هیچ وقت ما با شرایط ترجیح نمیتیمش. ما میگیم چیزی که خداوند مقرر کرده ما با نمو قبول داریم. چرا ما بنده خداوند هستیم و ما بندگی خداوند قبول داریم. بله. هر نوع شرایط بیایم ما مجبور هستیم که این شرایط بکشیم. بله. این نمیشه که مثال ما با خاطر از این که مثل که سابق یک 4 روز $1 آمد. بله. بعدن گم شد. بله. نه لیکن در اینجا حوصله برده‌باری که مقاومت داشته باشه که بیادر عجله کار شیطان است، حوصله کنین خدا مهربان است. عجله کار شیطان است، حوصله کنین خدا مهربان است. خدا مهربان است. ولی یک چیز واضح است. خب کاکا جان چقدر وقت میشه که این کارا میکنید؟ از من 1 سال میشه که این کارا میکنم. سابق چی میکردی؟ سابق یگان تجارت‌های خرد و کوچک میکردم دیگه. خب یا خدا مهربان. الهی آمین. خب میشه که درباره از اینمی انگشترها یکی که برای ما معلومات بتین که اینی انگشتر است حقیق است. میشه که بکشین وازش کنین؟ اینی چیز کاری که میبینی اینی یاقوت است. بله. اینی فیروزه است. اینی هم حقیق زرد است. بله. اینی شرف شمس است. اینی دانای مختلف است. بله. زرغون است نه لیکن رنگاش مختلف است. هر کدام از این از خود رمز و راز خاص داره. کاکوایی چیز واضح صاحب که یک رمز راز داره. این بسیار چیز سوچه سنگ در مجموع کلش یک رمز راز داره. چرا که پروردگار اینقدر یارا به زیبایی پیدا کرده خواهد من یک رمز راز داره دیگه. این رنگا رو ببین که دلت کلش کشش میکنه، طرف جلب توجه میکنه. خودت کدام از یار از زیادتر خوش داری که در کلکت کنی؟ والا من خوش دارم که فیروزه داشته باشم در کلک خود. اینی رنگ از فیروزه است. ما چی را خوش دارم؟ یاقوت. یعنی یاقوت اون خو میفهمی که در قرآن عظیمشان ذکر است. بله. هم مرجان ذکر است هم یاقوت ذکر است. بدون حکمت هیچ کدامش نیست. چی فلز از یا نقره است؟ نقره هم داره، گلیت هم داره. باز یک رقمش است که به نام قران میگن که اینی فیروزگه کنه دندش قران است، خودش فیروزه اصلی سنگ اصلی است، سنگ ایران است. زیادی چیزا که هست باز از ایران است. زمرد و یاقوت و
لاجوردی چنگاک است. این باز مربوط به وطن ما و شما میشه بیروج. معمولا امی انگشتری ها را شما خودتان میسازین، از جای میخرین پس مفرشین چه رقم؟ این اکثر فامیلا میاره اینجا که بله. از خانواده که بندشان بند میشه اونم ما میاره ما میخریم. چرا کار ما کار نو نیست، کار ما کار کونه است. اصل بدلش باز چطور میشناسین و ما چطور بشناسین؟ ما خو در این یکم بیش تجربه داریم که مثلا از دور هم ببینیم میفهمیم که اینمی نقره است، اینمی گلیت است، اینمی قران است. چرا که در کار تجربه نداشته باشه که تو کار پیش برده نمیتونی. بسیار خوب. یک رقم چیز دیگه است کاک عبدالوحید، خرموره میگن. خرموره حساب از این چه رقم است؟ به نظر من یک گپ ناق است. مردم خدا بازی میته به این گپا. خرموره بسیاری مردم به حساب یگان تاویز تو ما را میگه پا. الهی شکر کمی مردم هم کمک بار سبک شد دیگه. او را مردم به خاطر یگان گپا میگن عقیده میکنن، لیکن ما میگم کمی گپ اشتباه است. نکنین امی عقیده را بالای میگه پا. کاری را که پروردگار کنه هیچ کس کردن نمیتونه. بسیار خوب. از خود یک کمالات داشته باشه. پیسه تا میتی خودم گناهگار میسازی که از او و نتیجه هم نمیگیری از او چیز. چرا که عقیدت از خدا دور است. تو عقیده بین میگه پا میکنی که خر موره است و یه میر موره است و یه باطل موره است. کار پروردگار میکنه و ما شما خدا بازی ندیم به میگه پا. بیاین که تکیه به خدا کنیم. بشک. کار ناق. از این پیسه های سابق هم کاک عبدالوحید گپ بزنید. دیگه از امی کشورهایی که همین را بکشین. سابق بره بچه بره. سابق دیگه امی کشورهایی هم که پیسه را داشته. از این پیسه مثلا همونطور که پیسه ظاهرخانی اینی هم فکر میکنم که پاکستانی امیر شما خودتان بکشین بسیار خوب میشه. این به خاطر نمونه ماندیم اینجا خب که باز یگان سکمکه یگان چیز پیدا شوه یگان تا بیارنه می داشته باشه. باز اینمون که نباشه بازو چی میفهمه که من اینمی چیزها رو خریداری میکنم. خب بله که پاکستان است و از خارج است و قصواد ما خواهیم نیست که بخورم کس کدام کشور است. این فقط شما نمونه ماندین که باز از خریداری میکنن. یعنی دایی ظاهرخان است. یعنی برای نمونه است که هر کس داشت که آورد میفهمه که اینمی آدم اینمی چیزا کار داره میخره است به شما. بسیار تشکر، زنده باشین. دمی آخر می گپ دلتان بگوین کاک عبدالوحید که باز برنامه را ختم. میست که بیاین که حوصله کنیم خدا مهربان است. تشویش نکنیم اینقدر زیاد نه، کم حوصلگی هم نکنیم. هرچی دیر آید درست آید. خداوند این وطن ما و شما را آرام آسوده و سربلند و سرفراز داشته باشه. هر کسی که حوصله نداشت باز زود میدان میبازه. حوصله کنیم لیکن هرچی که دیر آید درست آید. بسیار تشکر. قربانتان. شما هم تشکر. ببخشید که زحمت هم کشیدین که ما اینجا آمدیم. دوستان عزیز تشکر از شما هم که برنامه را بیننده بودین. لایک کامنت یادتان نره.